ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از آنجا و از اینجا نیستیم، ما ز بیجاییم و بیجا می رویم. به نام حضرت عشق، درود بی پایان بر شما خوبان و نازنینان بینندگان عزیز تلویزیون ایران. سانی هستم، خیلی خوشحالم که با یادها و خاطره های دیگه امروزم مهمان نگاه زیبا و پرمهر شما عزیزان هستم و امیدوارم که از هر کجا بیننده برنامه ما از تلویزیون ایران هستین سلامت و دلارام و عالی باشید. دوستان، هنرمندی رو که برای برنامه امروز انتخاب کردیم که در مورد آثار و بیوگرافی و زندگی نامه ایشون صحبت کنیم، موسیقیدانی توانا، آهنگسازی پدیده و نوازنده چیره دست پیانو و همچنین تنظیم کننده ماهر و ارمنی تبار ایرانی هستند که به ایشون لقب پدر ترانه‌سازی نوین ایران رو دادن. بله، استاد زنده یاد واروژان بزرگ، روحشون شاد و یادشون گرامی باد. این شما و این دنیای شنیدنی واروژان. توی خیلی از کارهای موفق من که با واروژان بود، گیتاراشو که تو استودیو ضبط شده مارتیکس زده. تو از کدوم مثل پل، باور کن، همسفر، اینا رو فکر میکنم همه رو مارتیک گیتارش زده. خدا بیامرزتش، واروژان از من خواست که بیام گیتارای این آهنگا رو بزنم. چندین آهنگی که یادم هست، پل گوگوش بود، باور کن بود، همسفر. خدای من، باور کن صدامو، باور کن صدایی که تلخ و خسته است، باور کن قلبمو، باور کن قلبی که کوه اما شکسته است، شکسته است. واروژ هاخباندیان که با نام هنری واروژان همه ایشونو میشناسن، در تاریخ 13 آذر ماه سال 1315 در خانواده ارمنی تبار ایشون متولد شدن در قزوین و زمانی که تنها 2 سال داشت متاسفانه مادر خودشونو از دست میدن. واروژان پس از پایان تحصیلات مقدماتی وارد مدرسه عالی موسیقی تهران میشه و موسیقی رو تحت آموزش استادانی نظیر روبن گریگوریان و لودویک بازیل فرا میگیره. سپس بعد از اون با بورسیه رادیو و تلویزیون برای مدت 4 سال به مدرسه عالی موسیقی در امریکا میره و بعد از اون یه جورایی بعد از اینکه تحصیلاتشون به اتمام میرسه به ایران برمیگرده و توی همین زمان بودش که از طرف رادیو و تلویزیون به واروژان گفتن که اگر بورسیه رو جبران نکنه نمیتونه فعالیتی داشته باشه و اینگونه شد که واروژان عزیز به شهر اهواز میره و شروع به تدریس موسیقی برای مدرسه و بچه‌های مدرسه‌ای میکنه و بعد از 2 سال به تهران برمیگرده و برای برنامه زنگوله ها که برنامه معروفی بود در اون زمان به مدیریت زنده یاد منوچهر سخایی عزیز این برنامه راه اندازی شده بود و همونطور که در برنامه‌ای که برای زنده یاد منوچهر سخایی عزیز ساختیم اگه یادتون باشه توضیح دادیم در رابطه با این برنامه که چقدر در اون موقع بولد شده بود و سر زبون ها افتاده بود و یه جورایی کشف استعدادها میکرد و توی اون زمان استعدادها رو کشف میکردن و شکوفا میکردن، روشون کار میکردن و بعدها تمام این افراد و هنرمندان به هنرمندان نامی کشورمون تبدیل شدن. بعد در همین برنامه زنگوله ها واروژان شروع به آهنگسازی کرد و تونست بسیار خوش بدرخشه و در همین جای برنامه خالی از لطف نیستش که قسمت هایی از همین شوی زنگوله ها رو با هم ببینیم.
غبار نبود. خیلی خوش برگشتین دوستان. در دهه 50 خورشیدی بودش که ذائقه موسیقی جامعه کم کم به موسیقی پاپ گرایش پیدا میکنه و وارو جان در این حوزه به فردی محبوب و جذاب در میان خوانندگان و تهیه کنندگان و مردم تبدیل میشه با اون آثار زیبا و جاودانه و مگاهیتش. وارو جان در سال 1347 برای اولین بار برای فیلم جهنم سفید به کارگردانی ساموئل خاچیکیان از کارگردانان به نام صنعت سینما و تلویزیون ایران موسیقی فیلم ساخت که امیدواریم روحشون شاد باشه و در آرامش. و بعد از همین فیلم بودش که وارو جان به ساخت موسیقی فیلم خیلی علاقه‌مند شد و تونست یه جورایی توانایی و استعداد خودش رو توی این زمینه هم کشف کنه و فهمید که چقدر توی این زمینه میتونه موفق باشه و همین هم موجب شدش که این کار رو به صورت حرفه‌ای‌تری ادامه بده و دنبال کنه. وارو جان تونست ترانه‌های خاطره سازی رو در زمینه موسیقی فیلم خلق کنه، ترانه‌هایی که بعد از گذشت حتی حدود 50 سال هنوز در حافظه موسیقایی مردم ما موندگار شد، ترانه‌هایی که باعث درخشش و شکوفایی خوانندگانی که با این آثار به شهرت و محبوبیت دوچندانی رسیدن و همین آثار تبدیل به مگاهیت‌های دنیای موسیقی ما شدن. ترانه‌هایی مثل پوست شیر، بوی خوب گندم، هفته خاکستری، پل، عاشقانه، شام آخر، همسفر، باور کن، دریایی، ماه پیشونی، گهواره و خیلی از این ترانه‌های زیبا و جاودانه ما، ترانه‌هایی که یاد و خاطر همه ما موندگار شدن و یه جورایی رد پاش همیشه تو خاطرات ما خاطره ساز شد و موندگار شد و لحظه های ناب زندگیمون رو تشکیل داد و خالی از لطف نیستش که سری بزنیم به گلچینی از همین آثار زیبا و ماندگار. عجیبه، مادر زیادم عجیب نیست. آدمای بی سر و پای هستن که اتومبیلای مردمو میدوزن به این امید که برن آمریکا. خب این هست. چرا آمریکا؟ آمریکا به خاطر حسن پپه. حسن پپه کیه؟ همون فادر سگی که حالا تو آمریکا صاحب 4 تا پمپ بنزینه و به سلامتی 5 میله قلدومه کرده، در حالی که جوانای خیلی زبلتر از اون اینجا دارن سماق نمیکن که یکیشون همون کسیه که اتومبیل شما رو بلند میکنه تا با باز از این پایین را بیفته بره تا پل تجریش و هر جا که ما گفتیم باز عرق نسیه بخوره، عرق مفتی. این حکم باطله بابا، این حکم باطله، این حکم ما نمیشه خون، این حکم مالیدش برادر. برای خواب معصومانه عشق کمک کن بستری از گل بسازی، برای کوچه شب هنگام وحشت کمک کن با تن هم پل بسازی، کمک کن سایبونی از ترانه برای خواب ابریشم بسازی،
کمک کن با کلام عاشقانه برای زخم شب مرهم بسازی. بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میون سفره شب تو با من. بذار بین من و تو دستای ما پلی باشه واسه از خود گذشتن. وقتشه رفتن، وقتشه از تو گذشتن، وقتشه مهلت تولد دوباره نیست، مردن دوباره من. وقتشه دیگه دیره واسه گفتن این کلام آخرینه، فرصت زجه نمونده، لحظه های واپسینه. تنها تر از انسان در لحظه مرگ، ساده تر از شبنم رو سفره برگ. مطرود هم قبیله محکوم خیشم، غریبه ای طعمه این کندوی نیشم. نفرینی آسمون مغصوب خاکم، بیگانه با نور و هوای پاکم. خب دوستان، بازم خیلی خوش برگشتین. در اینجا میخواستم یه مختصری از موسیقی فیلم و هنر واروژان عزیز، زنده یاد واروژان عزیز در زمینه موسیقی فیلم براتون بگم که منجر به دریافت جایزه سپاس شد. واروژان در سال 1351 بودش که به خاطر ساخت موسیقی فیلم صبح روز چهارم موفق به دریافت جایزه سپاس شد و موسیقی زیبای اون میشه گفت توجه داوران که چه عرض کنم تمام مردم رو به خودش جلب کرد و یه جورایی دل همه رو برد و جای ویژه‌ای در دل طرفداراش باز کرد. و البته که هرچند به خاطر روحیه خاص هنریش و اون روحیه حساسش از شرکت در مراسم دریافت جایزه خودداری کرد و حتی میشه گفت یه جورایی واروژان از عکس و فیلم اینطور که میگفتن بیزار بود و به همین خاطر ما نتونستیم فیلم یا مصاحبه‌ای از ایشون به اون صورت پیدا کنیم که برای برنامه مناسب باشه. و البته من خودم نظر شخصیمه که فکر میکنم ما در زمان خودمون اگه از هنرمندان و کسانی که در زمینه هنر با عشق کار میکنن، چون روحیه خیلی ضعیف و حساسی دارن، اونجوری که باید و شاید سپاسگزاری نمی کنیم و قدرشون رو نمیدونیم و هنرمندان هم از اونجایی که خیلی روحیه لطیف و ظریفی دارن تاثیر خیلی زیادی روی اونا میذاره و این باعث میشه که یه جورایی تو انزوا و گوشه‌گیری خودشون فرو برن. و البته یه شعری هم خیلی در اینجا صدق میکنه که من خودم بهش خیلی اعتقاد دارم که شاعرش میگه مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید. آثار زیبا و ماندگار واروژان چنان گویای هنر و حرفش بودن که دیگه میشه گفت نیازی به این نبودش که در موردش توضیح اضافه‌ای داده بشه. شهر تو شهر فرنگ، آدماش ترم قبا، شهر
شهر من شهر دعا همه گنبد و سلام تن تو مثل تبر تن من ریشه سخت تپش عکس قلب موندم ما رو درخت بوی گندم مال من هرچی که دارم مال من یه وجه خاک مال من افتخار می‌داشتیم که از شاگردهای اولیه استاد باران کند واروش خاخانگیان هستیم. بعد من بیام تو ضبط استاد واروژان بذارم ببینم، رفتم پارتیتوراشو نگاه کردم، لغبه گرفتم. 32 خط پارتیتور نوشته بود. زنده یاد استاد واروژان بزرگ در طول عمر هنری کوتاه خودش برای 25 فیلم سینمایی و مجموعه تلویزیونی معروف سلطان صاحب قران که مجموعه بزرگ و ماندگاری شد موسیقی متن ساخت و موسیقی متن این اثر و همچنین ساخت و تنظیم به بیش از 100 ترانه مختلف و زیبا و ماندگار رو ایشون بر عهده داشتن و خیلی از اونا به عنوان آهنگای تاثیرگذار تاریخ موسیقی پاپ ایران شناخته میشن. آهنگایی مثل پل، باور کن، همسفر، ماه پیشونی، حرف، خوابم یا بیدارم، گهواره، وقتشه، شب شیشه‌ای، فصل تازه و دریایی با صدای شاهماهی هنر آواز و موسیقی ایران سرکار خانم گوگوش نازنین که هر کدوم از اونا به تنهایی قوقایی به پا کردند و یکی از یکی زیباتر شدند و از زیباترین و خاطر انگیزترین های دنیای مگاهیت آهنگای ما به شمار میان. و البته آثاری هم مثل بوی گل گندم با صدای داریوش، هفته خاکستری با صدای زنده یاد فرهاد و شبزده، پوست شیر و کندو با صدای ابی عزیز آثاری بودن که به زیبایی از خودش برای ما به یادگار گذاشت و در اینجا خالی از لطف نیستش که گزیده ای از این آثار مگاهیت و ماندگار رو که ایمان عزیز کارگردان برنامه برای شما عزیزان انتخاب کرده رو با همدیگه ببینیم و لذت ببریم. همیشه اینو گفتم، آهنگیست که خودم به عنوان سوگلی آهنگ ها سالهاست انتخابش کردم. آهنگیست از مرحوم واروژان با شعر بسیار قشنگی از آقای ایرج جنتی عطایی. قلب تو قلب پرنده، پوست تم و پوست شیر، زندون تنو رها کن ای پرنده پر بگیر. خواستن عادت نبودن فاجعه بودن امنیت تو از کدوم سرزمین تو از کدوم هوایی که از قبیله من قیاس خدایی بیا هیچ کس مثل من و تو عاشق نیست، مثل ما عاشق و همسایه و همدم. بیا از شیشه سخت و بلند عشق مثل عرابه نور رد بشیم با هم.
بیدارم تو با منی با من همراه و همسایه نزدیکتر از پیرهن باور کنم یا نه حرم نفس ها تو ایثار تن سوزه نجیب دستا خب دوستان در اینجا میخواستم از آخرین اثر واروژان عزیز در آهنگسازی براتون بگم که ساخت ترانه‌ای بودش به نام اجازه که متاسفانه مرگ اجازه ساخت به این هنرمند خلاق و جوون رو نداد و زنده یاد واروژان که از بیماری قلبی رنج می‌برد هنگام ضبط موسیقی فیلم بر فراز آسمان ها ساخته زنده یاد محمد علی فردین عزیز متاسفانه سکته کرد و پس از 13 روز بستری شدن در ساعت 5:30 صبح روز شنبه 26 شهریور ماه سال 56 که میشه 17 سپتامبر 77 در سن 40 سالگی در بیمارستان جمع درگذشت و بر فراز آسمان ها پرواز کرد و ایشونو در مزارستان ارامنه تهران به دامان مادر زمین خاک سپردن. روحشون شاد و یادشون گرامی باد. شادان به فلک دور از غم ها دور از همه کس ندهم من ره به کسی در بزم یاد من باشم و بس شاد و بیباد با عشقی پاد بر این آب و خاک بپرم ز جهان شما دل آسمان. خیلی خوش برگشتین دوستان. در اینجا میخوام مختصری از تورهای سانی تور براتون بگم که برای شما عزیزان و دوستداران سفر و طبیعت گردی در نظر گرفتیم و میخوایم لحظاتی شاد و به یاد موندنی رو با هم و در کنار یکدیگه در لوکیشن های بسیار زیبا و جذاب آلانیا بهشت ترکیه با هم دیگه در دفتر خاطراتمون ثبت کنیم و رقم بزنیم. با سانی تور 3 تا پکیج بی‌نظیر براتون داریم که تجربه سفری فراموش نشدنی و برای شما عزیزان مهیا میکنه. اولیش تور عروسی هست، عروسی لوکس و مراسمی رویایی در بهشت مدیترانه آلانیا در لوکیشن های خاص و زیبا و خدماتی عالی و لاکچری مثل گل‌آرایی، آرایش عروس، دیجی، موزیک زنده، فیلمبرداری و عکاس حرفه‌ای. خلاصه از 0 تا 100 یک شب خاطر انگیز رو به ما بسپارید و فقط لبخند بزنید. و تور ویژه دومی که داریم توری هستش که برای عزیزانی که حیوانات خانگی دارن و دوست دارن که این فرشته های کوچولو همراهشون باشن و در این تورا با هم دیگه از این لحظات لذت ببرن. ما اینو در نظر گرفتیم که 7 شب و 8 روز هست، اقامت در هتل های 5 ستاره و بنگلوهای جنگلی یا همون شله های جنگلی. به دلخواه شما عزیزان میتونیم هماهنگ کنیم مقدمات تورو و پرواز مستقیم هست با 25 کیلو بار، کیترینگ و خدمات کامل و میتونید دیگه نگران پت ها و این فرشته های نازنینتون نباشید. و اما تور سوممون برای دوستانی هستش که تماس گرفته بودن و یه تور اقتصادی میخواستن و یه ذره به صرفه تر باشه براشون. توری هست 7 شب و 8 روز، اقامت در هتل های 4 و 5 ستاره با خدمات یوآل، غذا و نوشیدنی و ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی و لیدر فارسی زبان. و البته یک هدیه ویژه برای شما عزیزان در این ما در نظر گرفتیم توی این تور که 2 تا تور رایگان هستش که یکیش تور 1 روزه کشتی دزدان دریایی با ناهار و نوشیدنی هستش و دومیش تور دیسکو یا همون شب‌های آلانیا هست که هر دو تجربه زیبا و فراموش نشدنی هستن. دوستان عزیز، برای اطلاعات بیشتر از تورای سانی تور میتونین پیج اینستاگرام ما رو فالو کنین
ما اونجا هر هفته تورها و پکیج‌ها رو استوری میکنیم با قیمت‌های بروز و البته برای اطلاعات کاملتر و راحت‌تر هم میتونید با شماره واتساپ ما تماس حاصل بفرمایید که در پایین صفحه برای شما خوبان و نازنینان درج شده. و خیلی سپاسگزارم از تلویزیون ایران، جناب آقای شبخیز عزیز، فریبا و ندای نازنین در اتاق فرما و ایمان عزیزم کارگردان برنامه که همه این عزیزان میدونم هر ساعت و هر لحظه در تلاشن که بهترین ها رو، بهترین لحظات رو برای شما نازنینان تداعی کنن و به روی صحنه بکشن. خیلی دوستتون داریم. تا سلامی دیگر، بدرود.